به نام تو ای خدای مهربونم. خدایا شکرت که هیچ چیزی نمیتونه اون چیزی که تو برام مقدر کردی رو تغییر بده و هیچ چیزی هم نمیتونه مانع لطف و بزرگواریت بشه. تو همون بخشنده‌ای هستی که لطف خیلی زیادی نسبت به من داره. خدایا تو کلی چیزای نو تازه آفریدی و بعدش با حکمت خودت اون ساختهای خودت رو محکم و استوار کردی و هر چیزی هم که تو عالم هست در تو پنهون نیست و هیچ کار خوبی هم پیش کم نمیشه و هر کی هر کاری کنه مزد و پاداشش رو از فضل خودت میدی. خدایا هر کی اهل قناعت باشه تو زندگیش رو تأمین میکنی و نسبت به کسی که حاله و زاری میکنن مهربون هستی. تو همیشه دنبال اینی که به زندگی بنده ها سود و منفعت برسونی و برای این کارم براشون قرآن فرستادی که سراسر نوره. خدایا اونی که دعاهای منو میشنوه تویی و اونی که اجابتشون میکنه تویی. تو هستی که سختی ها رو برطرف میکنی و درجات آدم ها رو بالا میبری و آدم های زورگو و گردنکش رو ادب میکنی. آره جز تو خدایی وجود نداره. یه چیزی با تو قابل قیاس نیست اصلا کسی شبیه تو نیست. تویی که بینا و شنوای واقعی هستی و کارت خیلی دقیق و به همه چیزم آگاهی. خدایا خیلی دوست دارم و دوست دارم بهت نزدیک بشم و برای رسیدن بهت خیلی اشتیاق دارم. خدایا اعتراف میکنم تو مالک و صاحب همه چیز هستی و اعتراف میکنم که صاحب اختیار من تویی. بازگشت منم بخش به سمت خودته.